گشتی در میان قبرستان ها بدون ترس از ارواح سرگردان و شیاطین، دیدن گورستان های تاریخی و فراموش شده با قبرها و سنگ قبرهای عجیب و غریب. احتمالاً قبرستان ها کمتر در لیست گردشگری ما هستند، پس حتما تا آخر این سفر مجازی با من باش تا بی دلخوره از اینکه یکی از صاحبین قبرها دنبالمون بیفته یا ما رو به زور توی خونش ببره به چند تاشون سر بزنیم. قبرستان‌های عجیب زیادی تو ایران وجود داره، ولی قبرستان‌های این ویدیو به خاطر شکل متفاوت قبرها انتخاب شدن و همشون هم جزء آثار ملی ایران ثبت شدن. اولین قبرستان در دل استان اردبیل و روستای پیرازمیان گویی دروازه‌ای به دنیای ناشناخته‌ای از تاریخ را می‌گشاید. در این نقطه منطقه باستانی شهریری با قلعه و معبدی کهن رازهای 1400 ساله خود را برای کاوشگران و گردشگران فاش می‌کنند. البته قدمت منطقه تا 11,000 سال نیز تخمین زده شده و گویی هر سنگ و هر ذره خاک این سرزمین داستانی از گذشته را زمزمه می‌کند. اما شگفت‌انگیزترین راز شهریری مجسمه‌های سنگی انسان‌هایی است که دهان ندارند. ده‌ها مجسمه با ابعاد 70 تا 360 سانتیمتر انگار بی دهان و با سکوت رازهای خود را پنهان می‌کنند. در این میان تنها یک مجسمه از زنی با دهان کشف شده که گویی از این همه سکوت خسته است. 450 گور در این منطقه کشف شده، اما تنها حدود 100 سنگ تراشه باقی مانده و اما نکته‌ای که شگفتی را به اوج خود میرساند ابعاد این قبر هاست. کوچکترین قبر 2.3 متر و بزرگترین آن 2.8 متر طول دارد. گویی غول‌هایی در این گورستان خفتند. شهریری باستانشناسان و تاریخدانان را به چالش می‌کشد. راز مجسمه‌های بیدهان، ابعاد غول پیکر قبرها و قدمت کهن این منطقه دریچه‌ای به سوی تمدنی ناشناخته را می‌گشاید که هنوز در حالی از ابهام است. در دل استان خراسان شمالی، روستای جرگلان و در حوالی روستا گورستانی قدیمی به نام گورستان جرگلان یا باغنق قرار داره که دون خبری از سنگ قبر نیست. قدمت این قبرستان به دوران پس از اسلام و به احتمال زیاد به دوره‌های سلجوقی و ایلخانی میرسه. سنگ قبرهای این گورستان که به طور عمودی در زمین فرو رفتند از جنس چوب هستند و به دلیل قدمت زیاد و فرسایش بسیاری از اونا از بین رفتند و در اولین نگاه انگار با باغی پر از درختان قطع شده طرف هستید. روی برخی از این سنگ قبرها عباراتی به خطوط عربی نوشته شده که اطلاعاتی در مورد متوفی مانند نام، تاریخ فوت و شغل اونو داره. برای دیدن قبرستان بعدی باید لباس مناسب کوهنوردی بپوشی و به دل کوههای میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان بری. تونستی حدس بزنی راجع به کجا حرف میزنم؟ قبل اینکه بریم سراغ قبرستان بعدی و ببینی حدست درست بوده یا نه، لطفاً ویدیو رو هم لایک کن. گورستان 70 مولا یا موبدان زرتشتی قبرستانی باستانی با مساحتی بیش از 500 متر مربع در دل کوه تراشیده شده و معماری منحصر به فردی داره. قبرها به صورت تاقچه‌ای در دیواره کوه و در چند طبقه قرار گرفتند و گفته میشه که از مقبره کوروش الهام گرفته شدند. قدمت دقیق قبرستان 70 مولا مشخص نیست، اما تخمین ها نشون میده که حداقل 700 تا 1000 سال قدمت داره و در مورد کاربری اولیه این قبرستان نیز دو نظریه اصلی وجود داره. یکی این که مدفن موبدان زرتشتی بوده که در زمان حمله اعراب به ایران کشته شدند و دو این که مدفن عالمان اسلامی بوده.
و هیچ مدرک قطعی هم برای اثبات هیچ یک از این نظریه‌ها وجود نداره. قبرستان 70 مولا به دلیل معماری منحصر به فرد، قدمت و راز و رمزهایش به یکی از جاذبه‌های گردشگری استان سیستان و بلوچستان تبدیل شده. علاوه بر معماری منحصر به فرد، ظروف سفالی داخل برخی از قبرها، گورهای خانوادگی قبرستان و چشم انداز طبیعی 70 مولا آن را از سایر قبرستان‌ها متمایز می‌کنه. اگه تا اینجا از ویدیو خوشت اومده، حتما تا آخر ویدیو بمون، چون یکی از شگفت‌انگیزترین قبرستان‌ها آخرین قبرستانه. اگه به قبرستان شهسوار در شمال شهرستان ایزه سر بزنید، مجسمه‌های شیرهای سنگی نظر شما را جلب می‌کنه. حدود 150 مجسمه در ابعاد کوچک و بزرگ که سر بعضی از قبرها در قبرستان‌ها به چشم می‌خوره. این شیرهای سنگی مجسمه‌هایی برای بزرگداشت دلاور مردان و جوان مردان ایل بختیاری است که 40 سال به بالا دارند. چرا که در ایل بختیاری مرد 40 ساله را مردی کامل و پخته می‌دانند و با توجه به جایگاه این مردان در خانواده، ابعاد شیرها بزرگ و کوچک می‌شوند. ابعاد شیرها از 50 سانت تا 2 متر متغیره. این مجسمه‌های زیبا بسیار حیرت انگیز هستند، چرا که در زمانهایی که هیچ گونه ابزاری برای برش، شکستن، جابجا کردن و حتی بلند کردن سنگی به وزن حداقل 1 تن نبوده، این سنگ‌های عظیم از کوهستان‌های اطراف انتخاب و به محل حمل می‌شدند و پس از آن استادکار با حجاری شیری سنگی را از دل سنگ یک پارچه خلق می‌کرد. این کار گاهی تا 2 سال طول می‌کشیده و قدمت این قبرستان احتمالاً به دوران هخامنشیان برمیگردد. بر روی گرده یا پهلوی این شیرهای سنگی حجاری‌های انجام شده که متناسب با خصلت جوانمردی آن شخص است. اگر آن دلاور، سوارکار یا فردی شکارچی بوده، نماد شمشیر، نیزه، تمساح یا مرد سوار بر اسب را روی بدنه شیر حکاکی می‌کردند و اگر فردی با ایمان و مؤمن بوده باشد، آیات قرآن یا مهر و تسبیح بر روی بدنه شیر قرار می‌دادند. متاسفانه در سالهای اخیر تعدادی از شیرهای سنگی غارت و یا بر اثر عوامل طبیعی تخریب شدند. برام کامنت کن دوست داری کدومی که از این قبرستونا رو ببینی، یا اگه هر کدومش رو تا حالا دیدی لطفاً برامون توی کامنت ها بنویس. آخرین قبرستان خالد نبیه که در شهرستان کلاله استان گلستان واقع شده. با وجود اینکه اطلاعات دقیقی از قدمتش در دسترس نیست، ولی با توجه به شکل برخی از قبرها، سفال‌های کشف شده در منطقه و قرار داشتن این قبرستان در کنار جاده ابریشم، احتمالاً متعلق به دوران هخامنشیان است. در خصوص شکل مجسمه‌هایی که بر فراز قبرها دیده میشه، اتفاق نظر وجود نداره. برخی مجسمه‌ها که بلند و کشیدند گفته میشه که نمادی از اندام جنسی مردانه هستند و بنا به جایگاه اجتماعی صاحب قبر ارتفاعشون 1 تا بیش از 4 متره و مجسمه‌های کوتاه هم به گفته برخی نمادی از جنسیت زنانه هستند و نمایشگر سینه زنانند. نظریه دیگری بدین مضمون نیز وجود داره که مجسمه‌های بلند به شکل مردانی هستند که کلاه بر سر دارند و کمربندی به دور کمرشان بسته شده است و مجسمه‌های کوتاه شاخ و سر قوچ هستند که نماد قدرت به شمار میره و در کنار مزار افراد قدرتمند و مهم قرار داده شدند. بر اساس کتاب یک ایسلندی جهانگر که تو سال 1838 یعنی حدود 200 سال پیش چاپ شده، این سنگ‌ها 600 عدد بودند، اما اطلاعات دقیقی از تعدادشون در دسترس نیست. ضمن اینکه طی این سالها نیز تعدادی از اونا دچار آتش سوزی، تخریب عمدی و یا طبیعی شدند.
پیشنهاد میکنم ویدیو بعدی رو که در مورد شهرهای زیرزمینی شگفت‌انگیز ایران هست رو از دست ندید.